بزن بریم که با هم بیسکویت درست کنیم. 1.5 لیوان آرد، 1/3 لیوان شکر، وانیل، 1 تخم مرغ، 1/3 لیوان روغن مایه. تخم مرغ و با شکر و وانیل هم میزنیم. روغن مایه رو هم اضافه میکنم. آرد و با بیکینگ پودر 3 بار الک کردم، تو چند نوبت به موادم اضافه میکنم. هم میزنیم. وقتی که موادمون به این صورت در اومد دیگه همزن رو میذاریم کنار. با دستمون خمیر بیسکویتمون رو ورز میدیم. 3-4 دقیقه که ورزش بدیم کافیه. بعد از اینکه خمیر لطیفمون به دست اومد به این صورت آماده است. یک کیسه فریزر رو روی صفحه کارم پهن میکنم. مواد بیسکویت رو روش میگذارم با وردنه. موادم رو به قطر نیم سانتیمتر پهن میکنم. حالا شروع میکنیم به قالب زدن. من چون میخواستم برای یلدا باشه با قالب انار قالب میزنم. بیسکویت ها رو قالب میزنیم توی سینی فر که زیرش کاغذ روغنی داره و فری که از قبل گرم شده تو دمای 160 درجه به مدت 1 ربع قرار میدیم. بعد از 15 دقیقه میبینید که بیسکویت های تورت خوشمزه ما آماده است. اگر خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید. برای اینکه آموزش های دیگه رو از دست ندید کانالمون رو سابسکرایب کنید. اگه فر نداشتین میتونین این بیسکویت ها رو توی تابه‌ای که چرب شده و زیرش شعله پخش کن گذاشتین به مدت نیم ساعت بپزین.